سلام، خوش اومدید به اولین ویدیو چنل من. توی این ویدیو قراره که در مورد دارک وب صحبت کنیم. خب اصلا دارک وب برای چی ساخته شده؟ ببینید، دارک وب برای این ساخته شده که بتونه سانسور رو از بین ببره تو کشورهای مختلف که سانسور وجود داره. از اون سانسورها نه، از این سانسورها که کلا دیگه خودتون میدونید چی کار میکنن. خب ببینید، هدف دارک وب اینه که چیزایی که نمیتونه بفروشه رو به صورت غیر قانونی و به انسانهایی بفروشه که با پول خیلی کمی میخوان بخرنش و زود میخرن، که خیلی راحت بتونن بفروشن و نقدش کنن. اگه بخوایم به این سایت ورود کنیم که من اصلا پیشنهاد نمیکنم، مرحله اولینه که یک فیلتر شکن خیلی قوی رو دانلود کنید. مرحله دوم دانلود کردن مرورگر تور هستش. بعد از اینکه این مرورگر رو دانلود کردین و با فیلتر شکنتون به این سایت ورود کردین، در قدم اول چند تا سایت براتون میاد که شما نباید رو همشون کلیک کنید و ممکنه هک بشید. قبل از اون میتونید با یه گوشی دیگه اون سایت رو ترجمه کنید و چند سایت براتون میاد با نوشته .union اگه درست تلفظ کرده باشم، که هر کدوم موارد خاص خودشو داره. مثلا یکیش مواد میفروشه یا یکیش اسلحه میفروشه. ولی اگه مستقیما نمیخواید وارد این سایت بشید، میتونید شبیه ساز این سایت رو دانلود کنید که به زودی آموزش اونم خواهم گذاشت. آیا اون چیزایی که میگن و خیلی مشهور شده در مورد دارک وب درسته؟ میگن که توی این سایت میتونی قاتل استخدام کنی یا یه هکر استخدام کنی که بتونی هر سوال یا کاری داشتی بهشون بگی تا انجام بدن. ولی نه، اینا درست نیست. هر کاری که دارک وب میکنه برنامه ریزی شده هستش. یعنی هر قتل یا هکی که انجام میدن رو از بالاسری ها دستور میگیرن. خب شاید بپرسید بالاسری ها کیان؟ همونایی که دارک وب رو ساختن. خب ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و ساب رو بکوبید تا ویدیوهای بیشتری بذارم.